یکم یونی سال 2023 تخمینا ساعت 15:55 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا مرودوف سوبونقل سال تولدش 1996 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در شوروی دوشنبه خوجند چنوق از سمت شهر استرافشن به سمت شهر خوجند در حدود دهه یختن نویه دیوشتیج از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به автомاشین تمغه تویوتا کرولا تحت اداره راننده میرخمیدوف اسرائیل سال تولدش 1987 ساکن نویه شهر نو که از سمت شهر خوجند به سمت شهر استرافشن حرکت داشت برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین تویوتا کرولا حرکت خود را گم کرده به سمت مقابل رو برآمده به автомاشین تمغه اوپل وکترا تحت اداره راننده توشف انوربوی سال تولدش 1940 ساکن شهر استرافشن برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین اوپل وکترا توشف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع کوشانیان با عریضه مرد 43 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 22 مای سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از داخل آقلخانه‌اش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 8100 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن نویه همدانی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند عریضه پیرزن 78 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که شب 20 و 21 مای سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد تلویزیون تمغه LG را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 7500 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 24 ساله و نابالغ 17 ساله ساکنان همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه عینی عریضه پیرمرد 75 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 24 اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از آنجا از داخل صندوق آهنین 13000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن همین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.